بسیار تشکر. حسن جان نر سړی ده او ښه عقیده لري، الله دې ټولو ته ښې عقیدې ورنصیب کړي. دا اوس شیه ده لیکن له خپلې عقیدې نه یې بېزاري اعلان کړې ده. الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وبالقاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم قاري صاحب. وعليكم السلام. اللهم صل على حبيبنا ورسولنا محمد وعلى اللهم صل على آله محمد وآل محمد وارض اللهم عن خلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما شاء الله ما شاء الله. آلی بازم توهین در آخر بازم توهین میکنی و دو میزنی پوحش میتی مثل که امو روز آمدی و رفتی یا در رمضان پوحش نمیتی. قاری صاحب ما کی دو زدم؟ ما هیچ موقع در شما به احترامی یا دو ما نزدم. ما سم سه آدم موریم ما و شما کلی ما الحمدلله مسلمان هستیم. ما دو زدن این چیزا رو تالا در لایف شما این کارو نکردیم. ما چرا تهمت میزنید قاری صاحب؟ برادر عزیز حسن سه ای کتاب شما کم ای کتاب شما هست؟ ای کتاب شما هست؟ خانه نه قاری صاحب یک دکه ما در شما کی دو زدم قاری صاحب؟ ما تالا در هر موقع در لایف شما آمدیم سم سه دوستانه گپ زدیم. نمیفهمیم در اخیر نه اشتباه گرفتی قاری صاحب. من نبودیم. من در هر موقع ممکن کسی دیگه بود، کسی دیگه او یک کسی دیگه. بسیار ببخشید. نه خواهش میکنم. خب آلی سعید سے برادر عزیز این کتاب شما هست الفوائد الطوسیه لشیخ کتاب شیخ طوسی هست. بله از خدا این عقیده اهل بیت هست، یعنی 483 صفحه هست. 483 در این کتاب چی می فرماید؟ خوب گوش بگیرید و از اینجا شروع میکنیم. وقد تواترت الروايات روايات که به حد تواتر رسید، یعنی بدون شک و شبهه. روایاتی که هست ان ما همهش را جمع کردم و دروغگوی هست. باز میگه وورد النص الصحيح، میگه روایت صحیح وارد شدنی هست بأن قرآن که بر رسول الله صلی الله علیه وسلم نازل شد کان 17,000 آیه، 17,000 آیات بود. 17,000 والموجود الآن ای قرآن امی قرآن که در دستهای مسلمان ها هست والموجود الآن نحو الثلث باعتبار العدد. ای حصه سیوم هست، 2 حصه قرآن نیست. کجا هست؟ در پایین نمیشته میکنه و تواتر النص و دیگر روایت که چی میگی به می روایت؟ به کتاب توسی سیف، به قول توسی سیف. قاری صاحب ما شما کلا سوال دیگه داشتم ولی حال شما که کتاب پیش میگن. والله قاری صاحب ما راستش باید بگم می شما مثلا خودت ماشاءالله قاری صاحب هستی، خودت باید قدک ملا بشینی مناظره کنی درباره از کتابا بحث و گفتگو کنین در نتیجه برسین. ما خب نه ملا هستیم نه قاری هستیم. یک کس هست به نام عبدالله احمدی. بله تفرقه ما در ما بین مسلمان ها
میاریم یا جور کردیم یا تفرقه شما هست که به قرآن ایمان نداره، میگی قرآن حصه سوم هست، دو حصه قرآن نیست. قاری صاحب ما خودم به عنوان یک کسی دیگه هست، به یک کسی دیگه میگیم اگر کمی که غیرت داری، عقل داری، شعور داری، شما به می قرآن ایمان نداری. این تفرقه ما چی کردم؟ ما گفتم تفرقه میندازی قاری صاحب امشا قد از ما جنگ داری چی رقم؟ آدم او دیگه کس در کم انتها هست، 2 دفعه برتان گفتم که دیگه کس هست. بله از خدا چیزی که میگیم گوش بکنید، گوش بگیرید. شما به همه صحابه اینجا چی میگه؟ بیا تفرقه امی علمای شما در ما بین مسلمان ها را جور کرد یا ما جور کردم؟ بیا ای ببینید اگر کمکی غیرت و ایمان و انصاف داری، اینجا چی میگه؟ کسی که ای دعوه بکنه که قرآن کامل ما را جمع کردم او کاذب هست، فهو کاذب، او دروغگوی هست. در کتب شما ابوبکر دروغگوی هست، در کتب شما همه صحابه دروغگوی هست. این تفرقه کی را جور کرد؟ ها؟ شما که به صحابه توهین میکنی تفرقه نیست، شما که به صحابه دروغگوی خطاب میکنی توهین نیست، و ما که دفاع صحابه رسول الله و اهل بیت رسول الله صلی الله علیه وسلم را میکنم و اما کفر و شرک و ضلالت شما که ما به مردم نشانه میتم، ای تفرقه هست؟ څومره زری وخت را کړل و دی الله بندگانو دا اوس قصه ده. لا اله الا الله، دا اوس بلاسو. السلام علیکم قاری صاحب محترم ټول دوستانو ته. وعلیکم السلام. دلته وخت را کړل دوستانو تاسو اخلاص وکړئ. ګوره ډیر مهم موضوع ده، تر اوسه د الله زره شیرینګ هم نه دی پوره سوي. اخلاص وکړئ. بابیل 2-3 زمریان سره یو ځای سي، ان شاء الله د خبرونه به ډیره پورته شي. 3.5 کې ولاړه ده هلې زمریانو. ګوره یوازینی ابرار ده چې دین او د خپل عقیدې دفاع کې کیږي او تاسو دلته ویده ورته ناسي. اخلاص وکړئ. زمریان احمدی دا عبدالله احمدی بیا بالا بیا امی توهین عالم و محدثین و علمای شما کرد، ای حرام است یا حرام نیست؟ خو تفرقه نیست دیگه. خو ای چی هست؟ عطا الله شاه صاحب مننه، بارک الله فیکم، رب مو سر لوړي کړي، قدرمن سي. دوستانو په دې اول شیخ طوسی میگه که قرآن 17,000 آیات است، روایتم صحیح، ورد النص الصحیح. بله از خدا قرآن خداوند متعال چی میگه؟ انا نحن نزلنا ذکر و انا له لحافظون. قرآن میگه که حفاظت قرآن من میکنم، لیکن توسی میگه که نه، مهدی برد 17,000 آیات. الله قاری صاحب دیگه اونا رو من نمیفهم چی بگم. خب حالی شما گفتی که سوال دارم. بله یک سوال دارم قاری صاحب. همون رقمی که میدونین ما در اروپا زندگی میکنیم قاری صاحب، خب اینجا مجبور هستیم بریم سر کار. خب اینجا در کار که میریم اگر فابریکه باشه، مثلا من خودم در یک فابریکه گوشت کار میکردم، خب اونجا هم گوشت کشتار دیگه جای میشد، گوشت گاو و گوشت خوک میومد اونجا ما بسته بندی میکردیم. باز من همی گوشت خوکه که بسته بندی میکردم یک رقم دیلم دیگر رقم بود. من گفتم همی کاری که من میکنم همی پیسهش چی رقم باشه. یا مثلا در رستوران کار میکنی، در رستوران کار میکنی، یک نفر خارجی میخوای نان بخوره، در پالوی نان خو یک گلاس شراب هم مخوره، باز ما نان هم باید دو ببریم، یک گلاس شراب هم باید دو ببریم. باز همی پیسهش که ما کار میکنیم و چی رقم است قاری صاحب؟ حلال است؟ برادری عزیز دغه مخلص و ملګرو ته هم د عطا الله شاه صاحب سره ملګری سي یک الله جل وعلا دغه ټیم ختم کړل. ما ته خو نه معلومیږي، خو هغه کتاب سم ښکارا کړل، ټیم را تخکارا کړل. ټول مخلص ملګری دي، ابو بکر او دی عمر دی دفاع لخر، ټول سره ملګری سي. بارک الله فیکم، رب مو سر لوړي کړه. حسن برادر عزیز، خداوند متعال در قرآن عظیم شان می فرمایه انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر وما اهل به لغیر الله. در دیگه آیت خداوند متعال می فرمایه یا ایها الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانساب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. چی میگه خداوند متعال؟ فاجتنبوه.
اجتناب کنید. از چی؟ از شراب و از خنزیر. و بس پیامبر صلی الله علیه وسلم به ده قسم انسانها لعنت پرستاد. چی میگه بریشان؟ علی زبان ما چالو نیست، ایسته ایسته چالو میشه. بخیر نی؟ نه ماشاءالله دقیق خوب یاد گرفتی قاری صاحب. مثل شما و برادرها که هست انشاءالله دیگه یاد میگیریم. این جایز نیست. کسی که شراب جور میکنه و میاره و ترتیب میکنه و نظافتش میکنه و پروختش میکنه و به یک کس میبره، به همه رسول الله صلی الله علیه وسلم لعنت کرد. میگه که امی انسان ها لعنتی هست. و گوش خنزیر در کدام جای که گوش خنزیر باشه، شراب باشه، و در اونجا کار به مؤمن مسلمان جایز نیست و باید اجتناب بکنه. صحیح برادر عزیز؟ و داره مننه قاری صاحب. مگم خب اینجا در اروپا کلی بیشتر کارایش مثلا نمو رقم است که یا رستوران است یا فابریکه است. نی است اونجا این رقم است. یک رای حل امی است، مثلا یک رستوران باشه یا یک جای مرکز شرکتی کلان باشه و در اونجا دیگه چیزام هست، لیکن شما در یک قسم کار میکنید که در اونجا شما با امو حرام چیز هیچ کار نداری. مثلا کاری سبزی را در اونجا میکنی و کاری دیگه حلال میکنی، با چیزی حرام دستم نمیزنید. باز اونجا در وقت ضرورت به شما کار کردن اونجا جایز هست. تشکر قاری صاحب، خیر ببینید. پیامبر ما صلی الله علیه وسلم میفرماید کسی که یک چیز از خاطر خداوند متعال ایله بکنه یعنی ترک بکنه، دوری کنه. من ترک شیئا لله عوض الله خیرا منه. پیامبر صلی الله علیه وسلم میگه که خداوند متعال از امی چیزی که را ترک کرد بهتر دیگه چیز بریشان میته. الله اکبر. ای عقیده مؤمن باشه، ای عقیده باید ما و شما باشه که رزق ما و شما خداوند متعال هست. سعی کنید برادر عزیز، خداوند متعال یگان وقت امتحانی ما و شما را میگیره. یعنی دیگه کاروبارا را در یک جای پیسه زیاد پیدا میشه، اونجا شراب باشه، گوش خنزیر باشه و دیگه باشه. خداوند ما و شما را امتحان میکنه که علی پیسه بکار است یا حکم خداوند متعال عملی میکنی. شما باید کوشش بکنید که در یک جای کار بکنید که حلال بخورید و حلال پیدا بکنید. بعض روز قیامت والله بسیار سخت است. اولادای شما بسر شما شاهدی میده که ای رب چرا به ما پدر ما حرام خورد، چرا برادر ما به ما حرام خورد. پدر و مادر انسان با می بچه شکایت میکنه که یا رب العالمین ما خو نگفتیم که برو اونجا گوش خنزیر چی کنید یا شراب چی بپروشید. یعنی امو کسانی که او اهل بیت امی کس هست با روز قیامت شاهدی ادا میکنه با امو کسی که حرام بریشان آورد. بله ما او کار ما فعلا ول کردم قاری صاحب. مگم دمو کار که بودم دمو رستوران، خب بجز که نانمو بردیم در نفرا، باز گلاسای شرابم که مو بردیم، باز ما دلم خوش نبود. ما گفتم مننه همون کار اعلا کردم قاری صاحب. شکر خدا. تشکر. زنده باشه قاری صاحب، خیلی خوش شدیم انشالله که. تشکر، بسیار تشکر. حسن جان نر سړی ده او ښه عقیده لري. الله دې ټولو ته ښې عقیدې ورنصیب کړي. دا اوس شیه ده لیکن له خپلې عقیدې نه یې بیزاري اعلان کړې ده. بالکل. نو الله جل وعلا دې نورم دوی ته فهم ورنصیب کړي. خدای موږ والله بالله ثم تالله د خیر اراده ورته. ګورې پرون چې کوم کس اسلام قبول کړی ده، باور وکړئ هغه مې په خوب کې لیدلی ده. پرون چې کوم کس اسلام